سلام دوستان، من اومدم با یه ویدیو دیگه. قراره بهتون در تابلویی رو یاد بدم. تو این در تابلویی قراره چی کارا بکنی؟ مثلا وقتی داری فرار میکنی میری سری تو خونت میشینی دوست دیگه خدای برگای درختا این کجا رفت؟ واجی پشمای گوسفندا ریختش حاجی. حالا بدونیم در تابلویی چجوریه و قراره تو این ویدیو بهتون در تابلویی نشون بدم. بنگرید. من میرم تو این خونم، مثلا که اینجا خونمه، میگم خدایا من اینا تابلوی عجب قشنگی، اینا رو باید تو موزه بذاریم. حالا قراره از اینا رد شم و برم توی خونم. برو بریم. اینجا رد میشی به همین ایزی میری تو خونه. درسته این فیلم خیلی 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 زمانش کم بود، ببخشید، و یه ویدیو خیلی زیبا قراره براتون بذارم. زنگوله رو بزنین، فالو کنین، لایک کنین، این ویدیوهای من به دوستاتون نشون بدید، یادتون نره. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.